هر زمان که دیدی از بین رفتن حق و طرفدارانش را و پر شدن جهان از جور و ستم را و دیدی به قرآن نسبت می‌دهند آنچه را که در او نیست و توجیه می‌کنند آیاتش را بر معیارهای هوا و هوس و دیدی که مردمان آشکارا ربا می‌خورند و کسی سرزنششان نمی‌کند و دیدی که صاحب ما از صاحب ایمان عزیزتر است و دیدی که مردم برای کارهای خلاف انتظار شب را نمی‌کشند بلکه در روز روشن گناه می‌کنند و دیدی که توان انکار نیست اهل ایمان را در برابر منکرات جز با قلبشان و دیدی قمار و معامله آشکار و بیمانع شراب را و امرار معاش زنان و مردان از تن فروشی را و دلچسب شمردن غیبت و کسب روزی با کم فروشی و رقابت در خوردن مال حرام را و دیدی که نماز می‌خواند نمازگزار برای خود نمایی و افترا می‌زند پسر به پدر و نفرین می‌کند پدر و مادرش را و انتظار می‌کشد مرگشان را و خوشحال است از یتیم شدن به خاطر رسیدن به ارث و دیدی که بر مردم سخت است روزی که در آن مرتکب نشوند معصیتی همچون خوردن حرام و نوشیدن شراب و کم فروشی را و هم غم مردم شکم چرانی است و شهوت رانی و دیدی که امر به تقوا می کنند بر فراز منبرها اما خود عمل نمی کنند حمران می شنید و امام صادق علیه السلام می فرمود یکی یکی نشانهای ظهور را. بعد از بیان نشانها وقت تجویز نسخه نجات بود. امام شرط ایمنی ایمان از آشوب آخر از زمان را دعا معرفی کرد. فرمود اگر در چنین زمانه ای بودی بر حذر باش و بترس، بدان که به خشم خدا گرفتارند مردمان آن دوران و از او مهلت یافته‌اند تا مدتی معلوم. در آن زمان مواظب خویشتن باش و کوشش کن همرنگ جماعت نشوی. در آن دوران التماس به پیشگاه خدا بر، اهل دعا باش تا خدا تو را نجات دهد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. التجا